سلام دوستان، مدل پیچ رو میخوام ببافم. کنار مدل پیچ 4 تا دونه به زیر میبافم، 2 تا دونه از رو میبافم. حالا میخوام مدل پیچ ببافم. 6 تا دونه دارم، از میل میارم بیرون. 3 تا دونه آخری رو میل سمت راست میگیرم، 3 تا دونه اول رو میل سمت چپ میگیرم. حالا تمام دونه ها رو میل سمت چپ نگه میدارم، به زیر میبافم. کنار مدل پیچ 2 تا دونه از رو دارم، 2 تا رو میبافم. 4 تا دونه از زیر دارم، از زیر میبافم. باز 2 تا دونه از رو دارم، 2 تا دونه از رو میبافم. حالا مدل پیچ میبافم. 6 تا دونه رو میارم بیرون، 3 تا آخری رو میل سمت راست میگیرم، 3 تای اولی رو میل سمت چپ. حالا تمام دونه ها رو میل سمت چپ نگه میدارم، تمام دونه ها رو به زیر میبافم. تمام دونه ها رو با این مدل میبافم. رج پشت بافت دونه های رو از رو میبافم، دونه های زیر رو به زیر میبافم. رج روی بافت دونه های زیر رو به زیر میبافم، دونه های رو از رو میبافم. 6 رج ساده بافی میکنم، بعد مدل پیچ میبافم.